امروز اومدم که براتون از تجربه خودم از چالش دوپامین فستینگ یا دوپامین دیتاکس بگم. اگه نمیدونید این چالش چیه، یه ویدئوی قبل ما رو ندیدید، لینکش رو براتون میذارم. اول برید اون ویدئو رو ببینید تا بدونید جریان چیه و چه چیز مهمی در انتظارتونه. خب از تجربه خودم بخوام براتون بگم، زمانی که واقعا تو زندگیم و مدل زندگی کردنم گیر افتاده بودم و باعث میشد حس بدی نسبت به خودم و رفتارم پیدا کنم، چون علیرغم اینکه میدونستم چه کاری درسته و باید الان روی چه چیزی وقت بذارم، خودم رو سرگرم حواشی و چیزای بی اهمیت میکردم، مثلا گشتن روی پینترست، اینستا، تفره رفتن روزانه، سرگرم کردن خودم با کارهای خیلی بیخود به جای پرداختن به کارهای اصلی. چند تا از موردهایی که توی دستورالعمل این چالش بود شخصا برای من خیلی چالش برانگیز نبود، چون خودم رعایتش رو میکردم یا اصلا تو سبک زندگیم بود یا خودم اونقدر رو برام چیزای اذیت کننده و اعتیاد آور یا چیزایی که سخت باشه کنار گذاشتنشون نبودن، مثلا سحرخیزی، مثل فیلتر کردن تغذیه و سوشال مدیا و محتواهای سرگرم کننده. صرف این که محدود کنم و ممنوع کنم برای خودم اون چیز رو چالش برانگیز بود، چون میگم مثلا برای تفریح رفتن از کارم میرفتم سر سوشال مدیا و توی اون یک هفته اینجوری بودم که دیگه سوشال مدیایی نیست که بهش پناه ببری، حالا میخوای چیکار کنی. این خیلی خوب بود. یا مثلا کسی که منو میشناسن میدونن که من عاشق سحرخیزیم. اگه بخوان شکنجم بدن، عذابم بدن، باید صبح‌ها رو ازم بگیرن. انگار تو صبح 10 برابر از بقیه تایم‌های روز زندگی میتونم بکنم. برای همین اینا چیزای چالش برانگیز و سختی برام نبودن، چیزایی بودن که باهاشون اوکی بودم. ولی مثلا یکی از چیزهایی که برام چالش برانگیز بود این بود که باید علاوه بر این که صبح زود بیدار میشدی، باید شبم زود میخوابیدی. خب من هم به خاطر کار قبلی تایم خوابیدنم خیلی دیر شده بود و به زور و با تلاش زیاد، یعنی من حدودا ساعت 2-3 صبح تازه مجبور بودم که بخوابم. من اون ساعت 2-3 خوابیدن رو رسونده بودم به زور به ساعت 12، یعنی من خیلی زود میخوابیدم، 12 میخوابیدم. من اومدم اینو رسوندمش به 10 توی این چالش و تجربه فوق‌العاده خوبی بود. یعنی جدای از قضیه دوپامین دیتاکس، من یه چیز دیگه ای رو این وسط تجربه کردم. من ساعت 10 خوابیدم شب اول. من بیدار شده بودم، منتظر بودم، چشمامو باز نمی‌کردم، منتظر بودم صدای آلارمم در بیاد و یه 5 دقیقه همینطور موندم، دیدم که صداش در نمیاد. بلند شدم، گوشی رو برداشتم و در کمال تعجب دیدم ساعت تازه 1 شبه. یعنی من فقط 3 ساعت خوابیده بودم و فکر میکردم خواب کامل شبمو رفتم. یعنی من حتی احتمال نمیدادم هنوز نصف شب باشه و من بیدار شدم. و جمله‌ای که گفتم جالبه که این بود: دوباره باید بیام بگیرم بخوابم. یعنی سخت بود برام دوباره خوابیدن، چون حس میکردم خواب کافی رو رفتم. این اتفاق دقیقاً شب دوم برای من اتفاق افتاد و من بعد از 3 ساعت خواب بیدار میشدم و اینجوری بودم که اصلا خوابم نمیومد، ولی میخوابیدم بچه‌ها. تا تایمی که برای خودم گذاشته بودم میخوابیدم. ولی برام خیلی جالب بود این قضیه، خصوصا که قبلش به خاطر همون کار من ساعت 2-3 شب تازه میخوابیدم و نه اینکه حالا بگین 8 صبح 9 صبح بیدار میشم. من تا 11-12 ظهر خواب بودم و بعد که بیدار شدم هنوز انگار خسته بودم، هنوز انگار اون انرژی برنگشته بود بهم و من به عینه تجربه کردم که کیفیت خوابی که ما از قبل 12 شروع میکنیم به مراتب خیلی بیشتر از کیفیت خوابیه که شما 12 به بعد تجربه میکنید. و با اینکه اون چالش فقط 1 هفته بود، الان بعد از گذشت بیشتر از 2 ماه
من همچنان ساعت 10 میخوابم، چون بعد از سالها من دوباره تجربه یک خواب با کیفیت رو داشتم و اینطوری بودم که حالا که سبک زندگیم و کارم بهم این اجازه رو میده بذار ازش استفاده کنم و همونطور بخوابم. این به خودتون بستگی داره، ولی این یکی از تجربه های جالب من توی این چالش بود. مورد بعدی که برای من چالش برانگیز بود این بود که یک هفته نباید آهنگ گوش میدادیم. باز بسته به سبک زندگیتون و اینکه چقدر آهنگ روزانه گوش میکنید متغیره براتون. ولی خب مثلا من اینجوری بودم که اگه میرفتم توی آشپزخونه یا موقع حالا کار خونه، حتی تمیز کردن میزم، شستن ظرف و هر میزان کار خونه‌ای که انجام میدادم محال بود بدون هدفون و بدون آهنگ باشه. حتی اگه آهنگ نبود نهایتا یک پادکستی پلی می‌کردم. شما پیاده روی دو که میرفتیم معمولا عادت داریم که آهنگ گوش بدیم و هیچ آهنگی نباید استفاده می‌کردیم، گوش می‌کردیم. این چالش برانگیز بود به شخص برای من. دوش آب سرد یه گزینه جالب، عجیب و تجربه جدیدی بود. جدایی از چالش که یک هفته این کار انجام میدی، بعد از اون من با یه چیزی آشنا شدم راجع به فواید و حالا اینکه چرا اصلا همچین کاری میکنن، چه کسانی این کار رو میکنن. اون خیلی بیشتر نظرمو جلب کرد. موقعی که چالش رو انجام میدم صرفا به عنوان یکی از گزینه‌های چالش روزانه انجامش میدادم، ولی تجربه جالبیه. برید انجامش بدید توی چالش، یا اگه انجامش دادید توی چالشتون، بسته به اون تجربه‌ای و حالی که ازش گرفتین، اگه براتون جالبه برید راجع به انجام دوش آب سرد یا freezing cold shower تحقیق کنید. یکی از چیزهای چالش برانگیز دیگه و آخرین چیز در این چالش برای من دوی روزانه بود. من به شخص آدمیم که به تنهایی نمیدوم و همون شب اولی که تصمیم گرفتم چالش رو انجام بدم به برادرم گفتم و در میون گذاشتم باهاش و بهش گفتم که صبح بیا با هم بریم بدویم. اونم قبول کرد، ولی همراهی اون فقط برای یک روز بود و روز دوم خودم رفتم پیاده روی و این مورد رو نتونستم در طول این یک هفته رعایتش کنم، چون من بدون همراه این کار رو نمی کنم. اصلا عادت ندارم، خوبم نیستم توی دویدن و با اینکه خیلی دلم میخواست تجربه این 7 روز دویدن رو داشته باشم، به خاطر اینکه همراهی برادرم قطع شد من نتونستم این مورد رو توی این 7 روز انجام بدم. در عوض نیم ساعت در روز ورزش میکردم. اگر چالش دوپامین دیتاکس رو انجام دادین حتما توی کامنت ها برام از تجربه‌ای که ازش داشتین، حال و هواتون و اینکه آیا بعداً باز هم این چالش رو انجام میدید یا نه حتما حرف بزنید. این ویدیو برای من خیلی اهمیت داشت. من ویدیوی دوپامین دیتاکس یا دوپامین فاستینگ رو 2 بار ضبط کردم، 2 بار ادیت کردم و به دلیل اینکه ویدیوی اول به دلم نشست دوباره ضبطش کردم. اون واقعا برام مهم بود، دلم می‌خواست واقعا مفید باشه و ازش نتیجه بگیریم. اگه ویدیو براتون مفید بود حتما لایکش کنید تا به افراد بیشتری پیشنهاد بشه و اگه ویدیوهای این سبک رو دوست دارید حتما کانال روانکت رو سابسکرایب کنید. دوستتون دارم. تا ویدیوهای بعدی قول بدید که بیشتر از همه مراقب خودتون باشید.